موبیلی نه تنها واسطه معاشرت بلکه قسمی جدا نشونده زندگی ماست. آیا ما هنگام استفاده بردن تلفن موبیلی فرهنگ درست استفاده بردن آن را میان جامعه، دوستان، عائله میدانیم و یا نه؟ این سوال است که ما در برنامه نوبتی اتیکت بررسی خواهیم کرد. سلام تماشابینان عزیز، نشر نوبتی برنامه اتیکت را از تلویزیون دوشنبه پیشنهاد شما میگردانیم. خاطررسان می‌نماییم که برنامه ما در همکاری با هنرمندان جوان تئاتر مینیاتوری آینه ثبت و پیشنهاد شما میگردد. آغاز برنامه است، ما را همراه باشید. اولا بای ها صوت جراجان صوت خوبی ها تماشا کردم بسیار فیلمی بهترین معقول شد همین بگه حتما و میخوام از پیش صحبت میکنیم. وقت و ساعت در اختیار شما کدوم وقت ساعت انتخاب کنید، ما همون وقت در جای درکار حضور میشم. تویر کمتر پستر صحبت کن. کار رفته ایستاده است. اینجا اداره است، وقت صحبت با تلفن است. همون مصلحت رو در بیرون میکردی بعد میتر اومدی جای کار. ای بیامون همین شما زنها عمر کمبودی کفته یک تا باید شکر گنده کنید. همین زنگ زد چه پرسه خیلی گاز مخی اون که گنده نگفتیم در باره شما. خیر همون مصلحت در بیرون میکردید. اگه همین نصیحتی بابا ببینم خلاص چه بود نصیحت تو زده مکو. عمر همین گنده میکنی گاب میکنی. که گوش کن جورا جان. ما بعد 5 دقیقه دوره بیرون میبرم با حتما زنگ زد صحبت میکنیم. ها ادب جا کارگری پیش قدم داریم. ها خودت میفهمی. معلش محمد داموی شد. ما امروز با مشکلات خیلی زیاد روبرو میشویم و همین مشکلات رو ما پیوسته در دل خالات مشاهده میکنیم، چی در داخل نقلیات ها، چی در کارگاه، چی در طرف خانه ها، چی در جایهای دیگر جمعیتی. ما مشکلات رو میبینیم که 90% انسانیت مثلا مردم تاجیک هم متاسفانه به این چیز روبرو شده است. ببینید وقتی که در یک کارخانه یعنی ما محیط کارگاه ها چنین است که میتواند که در یک اتاق کاری 3 4 5 6 نفر در یک اتاق نشسته کار کنند و ما میبینیم که وقتی که کسی به ما زنگ میزند یا کسی به یک نفر دیگر زنگ میزند موقع درست استفاده بردن تلفن موبیل رو نمیدونن. اول اینکه وقتی که به شما زنگ میزنند این یک سری یعنی سری 2 نفر است، یعنی با تلفن به شما نفر زنگ میزند یا حالت به او ضرورت است یا کاری به شما مشخص دارد و اما از حد زیاد صحبت کردن و حتی با آوازی بلند صحبت کردن خلل خیلی زیاد به کارگاه وارد میکند. یکم اینکه به حیات شخصی خودت ضرر دارد، یعنی تو صحبت هایی که خود انسان میکنه توسط تلفن موبیلی با آوازی بلند همه سر و اسرار همه گفتگوهای تو که آشکارا در نزد 5 6 نفر کارمندان است الکی، یعنی منفیت خودی تو رو در نزد اونها تا یک اندازه پس میکنه. بعد اینکه مردم با کار مشغول هستند، وقتی تو با صدای بلند گپ میزنی، وقتی که اهمیت نمیدی، نادیده میگیری محیط کلکتیو، یعنی به احترام نسبت به محیط کاری و حتی به خود کار است. انسان باید که در دل خود کار رو دوست دارد و موردی یعنی وارد کار باشد. در این صورت یعنی انسان یا که جامعه ما پیش صف موفق شده میتواند که هر یک انسانی که وظیفه معین مشخص در کارگاه دارد و دستورالعمل وظیفه‌ای دارد باید که وارد همین کار باشد. خب طبیعی است که تلفن در حالت ضروری در داخل کارگاه در دست تو است، به تو زنگ میزنن، شاید از خانه است، شاید دوست است، شاید رفیق است، برای کاری مهمی به تو زنگ میزنند، یعنی با صدای کوتاه و مشخص با پاسخ گفتن ممکن است که فعلا بند هستیم و در نزد من کدوم دیگر است، یا اگر بسیار ضرورتی صحبتی طولانی داشته باشد میتواند که معذرت پرسیده عذرخواهی کرده به بیرون برآمده و زود صحبتش کنه. اما متاسفانه این چیزها رعایت نمیشود با آواز بلند. اما بارها مشاهده کردیم حتی در داخل کارگاه های ما همین چیزها هست، حتی در جلسه های واسه که اشتراک میکنن کارمندان، همون حتی مثلا باید که تلفنشون باید که در همون یک حالتی به صدایی مونده شده باشه، اما برعکس با صدای بلند زنگ میزند. حتی محیطی که فرض کردیم 20 نفر در جلسه نشستن، تلفن رو برداشته با آواز بلند پاسخ میدهد، اهمیت نمیدهد نه به رهبریت نه به کارمندان. این حالتی هست که متاسفانه در همه کارگاه و کارخانه ها مشاهده میشه. بابا بخشش من در اداره کار دارم میبرم بعدتر زنگ میزنم. حتی میشه دست کار؟
البته بعضی نفرانی هستند که این حالت ها رو مشاهده میکنند و آداب خوب و رفتار مناسبت خوبی هم کلکتیوی و هم عائلوی دارند. یعنی در محیط خوبی عائله سالم به دنیا آمده و به وای رسیدن احترام میکنن، ارزش‌گذاری میکنن به کارمندان. وقتی که تلفنی آنها زنگ میزنه در نزد دوستان، اگر یا حداقل نمیبردارن یا اگر ضرورت داشته باشد با صدای پست میگن که متاسفانه بند هستن، بعدتر به تو زنگ میزنن. یعنی پاسخی خوب هست، اما برای چی ما رعایت نمیکنیم؟ این درد جامعه است و من فکر میکنم که توسط چنین گونه برنامه باید که ما پیش روی همین کمبودی رو آهسته بگیریم. خوب طبیعی است که در اول گفتیم که به خودی همون نفرانی که خلل وارد میکنن به کارگاه یا کارخانه ها سخت‌تر میرسد، اما آهسته وقتی که گوشرس شدن میگیرد انسان تربیت می‌یابد. انسان در همه حالت تربیت شونده است، فقط درست فهمانده توانستن در کار. امروز تلفن موبیلی دوستان دیرینه را از هم جدا کرده است، چون آن دوستانی که دوره‌های پیش با همدیگر سر دسترخوان می نشستند و صحبت‌های صمیمانه می‌کردند، از همدیگر مصلحت می‌پرسیدند، با پیدا شدن تلفن موبیلی و استفاده شبکه‌های اینترنتی همین گونه صحبت‌ها از بین رفت. امروز اگر چنده که ما با دوستانمان در طربخانه، آشخانه یا اینکه در دلخواه مکان بخوریم، حتما یکی امان سرگرم تلفن خود می شود که این می تواند به محبت، احترام، اعتقاد و باوری ما در میان جامعه ضرر جدی رساند. بینندگان عزیز، این نوبت ما صحنه‌هایی را پیشنهاد شما می‌گردانیم که گفته‌های ما را تصدیق می‌سازند. مرحمت صحنه‌ها را با هم تماشا می‌کنیم و خلاصه برداری می‌نماییم. خیلی دیگه سازی کارا خوب. خوب تایر جان، خدا چی حال داری؟ خونه شکر آمدین؟ میشه رحمت. مادر خوبن؟ رحمت. از شما پرسان شویم. شکر آمدین. امردین خدا چی حال داری؟ کار زندگی. رحمت یعنی همه خوب، یگان نویگری هم نیست، لیکن همش میشه. نویگری در منظوره است عموما دیگر شده است، نه؟ تغییری افته است. همیشه با ایما میکنی امردین. نه ما ایما نمیکنیم، حقیقت رو میگیم. خیر چند سال شد هم دیگر رو ندیدیم. البته عوض میشود آدم. راستی خرسند شدم تایر جان دعوت کردی. امی به خاطر خورسندی تیمه جمع شویم صحبت کنیم. سلام علیکم. تشکر. امردین. یک تعظیم بیاریم. از اینش خوب. با یک لیمونچه سیاه. دکتر هردش بیارین. دو نفر. سلامت باشید. خیر کنی گپ زنیم بچه ها. چی گپ امردین چی نویگری است؟ زندگی همون زندگی یگان نویگری نیست. تایر امردین عجایب دوره او بود، دوره پیش، مقصد 10 سال پیش وقتی یک جامعه خوندیم، اون وقت مهر و محبت بود، احترام بود، یک دیگر فهمی بود، چخیل به هم دیگر کمک میکردیم، درد دل یک دیگر رو گوش میکردیم، همیشه در کنار هم بودیم، مصلحتچی و کمک رسانی هم بودیم. عجب دوره او بود گذشت. لیکن گذشت، همش گذشت. بله. چه منظوره؟ چی شد ایتا از دورهای مکتبی به علم یادآور شدی؟ تینجا یاخه؟ تینجی تایر میدونی چی؟ اون وقتا یاد داری امردین، من یک هفته چند روز به درس نرفتم، بعد هر دویتان همراه به خونه ما اومدین برای سبب به مکتب نرفتنم رو پرسان کردین، برای اونکه اون وقت نه شما تلفن داشتین نه من تلفن داشتم. اون وقت گفتم که مهر و محبت بود، احترام بود. واضح باشد شما خودتون ما رو به اینجا دعوت کردین، چند سال یک دیگر رو ندیدیم، به جایی که صحبت کنیم شما با تلفن‌های خودتون بند هستید. همین رو میشه در خونه‌تون نشینید با ما تلفن‌هایتون سرگرم شوید. چی ما رو اینجا سرگردون کرده آوردید؟ برای صحبت دعوت کردیم، وزیر صحبت میکنیم، یکم توقت کن. گفتم که تماما دیگر شده ای تو باور نمیکنی. پیش این خیلی نبودی، توقت میکردیم، میشیشتی، صحبت میکردیم. افسوس. شما هم دیگر شده این. اون تایر و امردین سابق نیستی. خیر من رفتم، شما به حضور با تلفن‌های خودتون بند شوید. از چین آش میبیاخه؟ خراب چی میشه؟ با اشتیایتون با شما صحبت‌های خوش.
گفتم که تماما دیگر شده است ها. خود چه گرفت داری آخه ای خیر. نبین فهمو. امروز ببینید یک درد جامعه دیگر شده است. وقتی سر میز و دسترخوان یا در طرف خانه یا در یک خانه یا در یک گوشه طبیعت نشسته با هم صحبت میکنیم، متاسفانه بعضی نفران از دوستان ما هستن که بارها تاکید میکنیم، بگذار برایشان سخت رسد، بارها تاکید میکنیم که با تلفن موبیلی بسیار مشغول نشوند. خب ما صحبت عمومی است، یاد میکنیم از آن دانشجویی، یاد میکنیم از آن نشست‌های پیشتر، یاد میکنیم از آن صحبت‌های عائلوی، اما متاسفانه یک دو سه نفری هستن که بیشتر کوشش میکنن با تلفن‌های خود مشغول هستند، با صحبت آنها اهمیت هم نمیدهند. وقتی سوال میدهی در یک مرتبه نمیشنوند، یعنی چون ذهن پورا در نمیدونم یا بازی تلفنی باشد یا در مشغول شدن با سامان‌های گوناگون اجتماعی، همون تلفن موبیلی است که متأسفانه به اهمیتی است. بارها تاکید کردیم که اگر معقول نباشد، اگر با تلفن سخت اندرمان شدنی باشی، مرحمت بر نشستیمون یا حداقل با نشستی که تشکیل کردیم ما را دعوت نکنید اگر با تلفن بسیار مشغول شدید. اما متأسفانه خوب قبول نمیکنند یا بسیار ذهنی آنها چنان داده شده است که قبول کردن هم نمیخوان. و من فکر میکنم که برای اصلاحی چنین کمبودی ها باید که یک گروه های تبلیغاتی، نوارهای در سامانه‌های اجتماعی هم باید این گونه نوارها باشد که اونها آیسته آیسته بر دردشون خورد. خب برای خب اگر بسیار مهم باشد باید که برای تماشا کردن سامانه‌های اجتماعی، برای مشغول شدن با بازی‌های تلفنی باید که یک ساعتی معین برای خود شاید در شامگاه، در بیگاه، در خانه داشته باشند. اما اون نشست‌هایی که میشود من فکر میکنم که این گونه مناسبت نباشد. و البته ما میبینیم بسیار مشاهده میکنیم لطیفه ها هم در این باره خیلی زیاد ایجاد شدند. یعنی در داخل طرفخانه‌ها بسیار دوستان می‌نشینند، اما چون حتی بعضی چنین نفرانی که با تلفن ها بسیار مشغول هستند خودشون تشکیلاتچی یا تشکیل کننده صحبت دوستان هستند، مهمان دعوت میکنند اما با مهمان مناسبت نمیکنند، با تلفن خود مشغول هستند که تمام کارهای آنها با تلفن اجرا می‌شده باشد. و این از روی آداب، اخلاق فرهنگ مردم تاجیک نیست. سبب‌های اساسی نشست‌ها در طرفخانه‌ها، در خانه‌ها، در چایخانه‌ها و آشخانه‌ها، یعنی چون این گشتک و گپخوری و واخوری‌ها در همه منطقه‌های کشور هنوز از زمان‌های خیلی پیش بود و این چیز باید رعایت شود. اصلا به خاطر پراکنده نشدن دوستی است. ولی متأسفانه امروز تلفن‌های موبیلی دوستی و رفاقت و محبت رو بین دوستان تا یک اندازه کاسته گردانیده است. ببینید وقتی ما رو تکلیف می‌کنن با چنین نشست‌ها ما خجالت زده می‌شویم. آنها با تلفن خود مشغول هستند، گویا ما تنها برای خوردن آمده باشیم. خوردن امروز ریسک فراوان است. خاندان هر یک مردم تاجیک خوردنی دارد که انسان روز گذراند، اما وقتی که نشست میشود، صحبت میشود، اونجا اصلا باید دوستی باشد، صحبتی باشد. اون تلفن حد باید که در چنین نشست‌ها حتی اگر از روی آداب و فرهنگ مردم تاجیک بگذار تلفن پورا خاموش باشد، چون صحبت مردم تاجیک صحبت‌های شیرین و صمیمی است و اونجا هزاران قصه و لطیفه و حکایه‌ها با وجود میآیند. فرهنگ یعنی محیط فرهنگی رو با وجود میارن. و علاوه باید بگیم که ما گفتیم که در این مورد بارها لطیفه ها هم ایجاد شده هستند. با قریب یک لطیفه از سامانه اجتماعی فیسبوک خوندم که گفت امشب برق نبود، تلفنم قوه باتری تلفنم خاموش شد، ناعلاج با پدر و مادر و والدین صحبت کردم، در آخر خلاصه برآوردم که انسان های خوب بودند. یعنی اون رو ببینید که قهرمان لطیفه رو چنون تلفن به خود جلب کرده است که درباره حیات عائلوی خودش پدر و مادرش معلومات کافی نداشته است. تنها با صحبت‌های شیرین، یعنی پس از نبودن تلفن حس کرده است که پدر دارد، مادر دارد، صحبت‌های صمیمی است. یعنی این گونه لطیفه‌ها خیلی زیاد هستند که باید ما را تربیت کنند. همینجا بود. السلام علیکم. اوه کیا را میبینم؟ امردین سلام. چه شما بچه ها خوبین؟ پنجی رحمت خوش باشین. شما خوب هم؟ رحمت از شما پرسیم. شکر. چطور جان؟ پنج خوب؟ خدا چه داری؟ شکر رحمت. دیدی تویر؟ من گفته بودم که منظوره حتما میآید. منظوره ما از تو عذر میپرسیم برای رفتار نادرست که اون نشست کرده بودیم، به همه خاطری که تو از گناه ما گذشتی و تکلیف ما رو پذیرفتی، ما همراه امرین یک آشتی تشکیل کردیم. رحمت بچه ها، ولی براستی در حقیقت اما دفعه گذشته از شما سخت رنجیدم، چون نش رو انتظار نبودم. بخشش خیر زنگ زدین، به خانه رفتین، من در خانه نبودم، مادرم گفتن که بچه ها پشیمان شدن و این دفعه شما رو بخشیدم، اومدم.
و دیگر تکرار نشود بچه ها. میدونید چطور امردین تلفن در وقت یگان کار تاجیلی و یا اینکه صحبتی که بسیار مهم است باشد میگیریم تلفن صحبت میکنیم با تلفن بندیم، ولی جای محبت، مهر، دوستی، رفاقت چندین ساله ما رو نباید یک آهن‌پاره یک چیزی عادی بگیرد. درست. لیکن اگر تو ما رو نمیبخشیدی و نمی اومدی ما همراه تویی اوشا خانتون میبردیم. بله باز بهتر میشد. تشکر که دعوت ما پذیرفتی. سلامت باشین بچه ها. نفرانی هستند که در این جوده تربیت خوب دارند. ما همه رو در این شکل گناهکار نمیکنیم، اما باید بگوییم که 90% امروز با تلفن بسیار مشغول هستند. ما مشاهده میکنیم که در نشست‌ها حتی بعضی دوستانمون سخت‌تر تاکید کرده با چنین نفرانی که با تلفن بسیار مشغول میشن میگن که تلفنتون رو خاموش کنید یا برآمده روید. یعنی قبیح کرده هم میگن. یعنی رعایت و آداب دوستی از همه چیز مهم است. امروز اکثریت ما وابسته تلفن موبیلی شده ایم، چون در همه حالت زندگی خود را با تلفن موبیلی تصور کرده نمیتوانیم. اگر مشاهده کنیم امروز اکثریت ما در بین جامعه از تلفن موبیلی استفاده میبریم و ناگفته نماند که تلفن موبیلی اگر چند کار ما را خیلی آسان کند، در برابر نادرست استفاده بردن آن میتواند به کار و روزگار ما ضرر جدی رساند. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه اتیکت صحنه‌هایی را آماده کرده ایم و پیشنهاد شما میگردانیم که اکثریت ما این عملها را در روزگار اجرا میکنیم که از دایره فرهنگ و آداب بیرون است. مرحمت صحنه‌ها را تماشا میکنیم و خلاصه برداری مینماییم. عبدالله درس تیار کنم، کتاب خونم، یکون چیزی با فایده خودم باشد. اخی فکرات از سر تاب نمیخوردم. 24 ساعت در تلفن. درسویم رو کردم مدرکو. محمد اونایی نکن. روزی نیست که معلمت زنگ نزند. چی تیار کردی؟ داداش؟ بخوای نه. پدر چه خیلی که است؟ فرزند یاد میگیره. 24 ساعت پدر و پسر در تلفن. چیکار میکنم من نمیدونم. یک به پسرتون اهمیت دهید. نگاه کنید چیکار میکند. اینقدر واهمه نکن. وقتش که رسید یاد میدیم. فهمیدی؟ یاد میدادم. خیلی چیکار میکنید شما؟ 24 ساعت در تلفن. شب در تلفن، سر میخیزین میرین، با میایین در تلفن. آخه بر نگاه نمیکنید درساشو چه خیلی تیار میکند. چیکار میکند بچه‌تون؟ شما هم پدرین، یک بار اهمیت دهید. چی من با تو حسابات دهم که چی کار کرده ایستادم؟ کاری مهم نمی بود در تلفن نمی شیشتم. فهمیدی؟ تلفن رو استفاده نمی بردم. این کاری مهم است. مهم؟ اویله هم مهم، فرزند هم مهم است. فراموش نکنین مردک. تو با من عقل یاد داده ایستاده یا؟ عقل یاد ندادم، خاطر رسون کرده ایستادم. خاطر رسان نکن. خیز راه خوراکت رو گرفته بیار. فهمیدی؟ محمد اونو از تیار میشود. چرا نخورید؟ نمیخورم. شده است. خیز را درست تیار کن. خیز از پیشم. مشاهده میشود در دل خود آیله‌های توجیگین جای پوشیدن نیست و جای عیب هم نیست. با اون خاطر که امروز همه به این درد یا وبا گرفتار شده هستند. مادران گناهکار هستند، پدران گناهکار هستند. فرزند وقتی گریه میکند، فرزند با کدام کاری که از پدر و مادر میپرسد برای از سر خود دور کردن همین مشکلات با فرزندشون تلفنی موبیلی میدن، مشغول بازی میکنن یا مشغول سامانه‌های اجتماعی، خودشون از پی کاری شاید خودشون هم مشغول تلفن میشن یا تماشای فیلم‌های بسیار سریاگی میشن. توجه نمیکنن که اون تلفن به نیروی انسان، به نیروی ذهنی، به نیروی چشم، به نیروی عقلانی او پر ضرر میرساند. ولی متاسفانه پدر و مادر به اهتمامی میکنند، اهمیت نمیدهند، توجه هم نمیکنند. یعنی پدر، یعنی در خاندان پدر هستند باید در از روی اتیکت یا فرهنگ مردم تاجیک باید پدر یک سیاست و غرور که به مخصوص داشته باشد که در اویل مثلا مادر مهربان است، اما پدر باید سیاستی داشته باشد که فرزند به گپ او گوش دهد. ولی ما مشاهده میکنیم که در این خانه خیش تبار اینو بارها دیده ایم. وقتی کودک با تلفن مشغول است، مادر با او تاکید میکند که پسرت رو تاکید کن کتابش رو خواند، درس خواند. امروز کتابخانه و کتاب‌هایی که خاصی فرهنگ مردم تاجیکستان خیلی زیاد هستند، اما پدر چندان توجه نمیکند.
از روز تا شام حتی شب تا سحر پسر با تلفن و بازی‌های تلفنی موبیلی مشغول است. ببینید که سامانه‌های اجتماعی پر از سخن‌های فحش و قبیح امروز از جانب کودکانی هستند که باید آنها در این شب روز برای یعنی مشغول شعر ادبیات کنی، مشغول مثلا اسکل کردن علم‌های دقیق باشند، اما متاسفانه پدر و مادر به این چیز اهمیت نمیدن و تاکید هم نمیکنن که این تلفن به تو ضرر دارد. تو باید پیش از همه کتاب خونی. ها عبدالله جان، بله پدر. از سحر باز تلفن ها، تلفن بازی. پدر این بازی نو است، په همه جورایی هم بازی میکنم. گوش کن عبدالله جان، تلفن وقت رو بهوده میگیرد، میفهمی؟ غیر از این بسیار اگر تلفن استفاده بری چشمت درد میکند، عموما ضرر میرسوند، میفهمی؟ بازی تلفن عموما تلفن این خودش یک وقت معین خودش رو دارد، میفهمی؟ از حد زیاد باید ما استفاده نبریم. از این تلفن بازی کردن یک درس تیار کن. من همین کتاب شاهنامه تحفه از جانب سرور دولتمون، این بهترین تحفه است، میفهمی؟ این برای اون است که ما مردم تاجیک باید عرف و عادت، فرهنگ، تاریخ خود باید فراموش نکنیم، میفهمی؟ برای همینم تلفنت رو گذارو، بیا یک جویا کتاب خونیم. چی گفتی؟ مایش پدر، من وعده میدهم که پدر جان از این روز پس کتاب خود را خوانم. آفرین بچه‌م، آفرین. خیر، تو چی میگی اوچش؟ چی گویم؟ خوشحال شدم. میشه دست کمتک جان؟ البته میشود، البته میشود. قصه های قهرمانی و جسارت و پهلوانی سراسر در شاهنامه آمده است. اون چیزایی که کودکان توسط نمیدونم که نوارهای خرد است یا مولتی فیلم های یا که فیلم های تصویری زیاده که در تلفن تماشا میکنن، گویا مادران از دوش خود همون خواباندن کودک رو دور کرده با اون تلفن میدین. ببینید برای چی شاهنامه خوانی نکنن؟ اونجا قصه های قهرمانی چنان آورده شدن که سراسر برای تربیه و هم دوست داشتن مرز بومی وطن از اونجا فرض کردیم گردآفرید، رستم، سهراب یا دیگر قهرمانای شاهنامه، یعنی به خاطر تنها جنگ و خونریزی کوشش نمیکنن که برای از خود کردن مرز بومی وطن است. اونجا همه چیز انعکاس شده است، حتی قصه های عشقی و رمانتیک هم در داخل اونها وجود دارد، اما برای چی شاهنامه خوانی نمیکنن؟ یعنی این چیزها باید آهسته جای خود رو گرفته. استفاده معین تلفنی موبیلی برای کودکان چون گفتیم برای سن تا 18 سال من پیشنهاد میکنم که باید استفاده تلفن هایی که پیوست به سامانه اجتماعی باشد، تلفن هایی که مثلا قوه حافظش خیلی زیاد است که در داخل اون بازی های گوناگون است، خیلی ضرر آور است، باید برای کودکان اجازه داده نشود. و هستن البته پدرانی که هنگام وارد شدن به خانه پیش از همه تاکید میکنن که تلفن های موبیلی دور از آنها گذاشته شود و اصلا پدر باید در عائله نمونه باشد. یعنی وقتی که به خانه وارد می شود، چون محیط عائلوی است، صحبت عائلوی باید که تربیت عائلوی چنان باشد که در همین فرض کردیم از نماز شام حداقل باید که همون شبکه‌های اجتماعی و اینترنت باید که پر قطع شود. در داخل عائله باید فقط صحبت‌های عائلوی باشد. محبت در عائله از صحبت پیدا می شود. تربیت در عائله از صحبت به وجود میاد. یعنی پدر و مادر نمونه باشد، فرزند البته که در دوره آداب و اخلاق نمونه‌ای به وای میرسه. هنگام معاشرت در بین جامعه اگر ما فرهنگ درست استفاده بردن تلفن موبیلی را رعایت کنیم، پس این تکنولوژی میتواند دوست ما باشد. معاشرت نه تنها گفتگو بلکه احساس احترام است. برای همین ما را ضرور است که سراول خودمان را احترام کنیم و همیشه احترام دیگران را بجاریم. بینندگان عزیز، این بود نشر نوبتی برنامه اتیکت که ما با صحنه‌های مثبت و منفی کوشش نمودیم چندین پهلوهای فرهنگ درست استفاده بردن تلفن موبیلی را پیشنهاد شما ساختیم. تا برنامه‌های بعدی تنسیت و فیروز باشید. خیر.